بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راز شاد زیستن، چگونه شاد باشیم و شادی و تبسم رو به زندگی خودمون و دیگران برگردونیم. یکی از مشکلاتی که ما ازش رنج میبریم و میتونه ما رو دچار کابوس غم و اندوه بکنه مسئله بیکاری است. پس برای اینکه غم و اندوه و نگرانی به سراغ ما نیاید، بیکار نباشیم. قرآن کریم میفرماید که ردوا بان یکونوا مع الخوالف. عده‌ای راضی هستند که با خانه‌نشینان باشند، تنبل باشند، در زندگی در واقع تنبلی رو عادت کردند و در حالی که در خونه افتادند یا روی تخت خوابیدند یا دراز کشیدند یا تکیه دادند، دارند از غم و ناراحتی و نگرانی به خودشون میپیچند. شما نگاهی بیاندازید به کشاورزی که مشغول کشاورزی است، به نانوایی که داره نون میپزد، به فردی که داره زحمت میکشه و کار میکنه، کارگری که داره کار میکنه. در حالی که داره کار میکنه سرود خوشحالی رو میخونه و تبسم بر لب داره و شبها به خونه میره و با خیال راحت میخوابه. اما چه بسا انسانهایی که بیکار هستند، داخل خونه هستند، راحت و در واقع هیچ کاری رو انجام نمیدن، اما از نظر فکری و عصبی داغون هستند و به هم ریخته هستند، به خاطر اینکه در واقع بیکاری باعث میشه که در مورد گذشته فکر بکنن، در مورد آینده فکر بکنن، مصیبت ها و گرفتاری هایی که دارن در مورد اونها فکر بکنن و این اونها رو رنج میده، دردها رو بیادشون و به خاطرشون میاره. پس اونجایی که بیکار میشیم سعی بکنیم وقت بیکاریمون رو پر کنیم با مطالعه کردن، با ذکر کردن، با تلاوت قرآن کریم، با نماز خوندن، با کمک کردن به دیگران، با انجام تفریحی سالم و درست. همه این چیزها میتونن در واقع به ما کمک بکنن تا ما شاد و سرحال زندگی بکنیم. پس نگذاریم بیکاری به سراغ ما بیاد که بیکاری در واقع ما رو دچار مشکل میکنه. آدم بیکار حکم ماشینی رو داره که در یک سرازیری شدید در حال حرکت هست و ترمز هم نمیگیره. این ماشین گاهی به چپ منحرف میشه، گاهی به راست منحرف میشه و چه بسا که سقوط بکنه و از بین بره. پس بیاییم اوقات بیکاریمون رو پر بکنیم تا اینکه سعادت و خوشحالی به سراغ ما بیاد. تا جلسه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.